سلام، دامون نوروزی هستم. خب سلام، دامون نوروزی هم. به این کانال و به ویدیوی من خیلی خوش اومدین. سلام، دامون نوروزی هستم. به این کانال و به ویدیوی من خیلی خوش اومدین. امروز آهنگ تعادل تتلو رو با هم کار میکنیم. ببینید این آهنگ تعادل شاید جزء مثلا 20 آهنگ اول من از تتلو هم نباشه ها، ولی آهنگ خیلی آهنگ قشنگ و زیباییه، یعنی گوش نواز هستن. من مثلا یه فرم دیگه از آهنگای تتلو رو دوست دارم، آهنگای یه مقداری مثلا اعتراضی ترش و یه مقداری مفهومی ترش، ولی این آهنگ هم خب جزء آهنگ قشنگشه، جالبه. با اینکه آهنگ نسبتا یه ذره فضاش ساده تر از آهنگای دیگه تتلوه، ولی بازم وقتی به شعر و ترانه‌اش گوش می‌کنیم می‌بینیم که بازم یه چیزای عجیب غریبی داره توش میگه. کلا تتلو ظاهرا دست از عجیب و غریب بودن هیچ وقت بر نداشته. خب تعادل تتلو، ریتم 4/4. که به ویدیوی در واقع آموزش ریتم 4/4 میتونید مراجعه کنید. خیلی به طور کلی هم بخوام ساده بگم، یعنی یه دونه بالا پایین، یه دونه پایین بالا. یعنی در واقع ما اینجا 4 تا بالا پایین پایین بالا داریم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 که این اولی و دومی و چهارمیش هم این شکلی هن، یعنی این شکلی. ولی سومیش موقع از بالا به پایین اومدن ما سیما رو خفه میکنیم و موقع از پایین به بالا رفتن هم که باز همون شکلیه. ریتم‌های مختلفی داریم برای 4/4 و مدل‌های مختلف میشه زدش. به این آهنگ همین بیشتر میخوره. ببینید یه ریتم هم هست به نظرم این ریتم هم بهش خیلی میخوره. دستای منو ول نکن که تعادل ندارم، عد و اطفاری نمونده که برا تو درارم، زا همه غم تو برا من دارم، هوا تو الانم به خدا کم بها تو ندادم. بر حسب خلاقیت و در واقع نوع نگاه خودتون میتونید هر کاری با ریتم 4/4 بکنید تا قبل از 4/4 خارج نشه طبیعت، یعنی از 4 ضرب در یک میزان 4 ضربی خارج نشه. نور سقوط کرد پایین، یه لحظه چیزی نفت. آهنگم با سکوت شروع میشه، یعنی در واقع وکالش اینجوری شروع میشه. یعنی مثلا ناکن ریتمو دستای منو ول نکن که تعادل ندارم، عد و اطفاری نمونده که برا تو دارم یعنی ضربه زده میشه، یعنی ساز اگه بخوایم بزنیم ساز یه ضربه خالی میزنه بعد وکال شروع میکنه اینجوری. دستای منو ول نکن که تعادل ندارم، عد و اطفاری نمونده که برا تو درارم. آکورداش لا مینوره، فا ماژوره، ر مینوره، می ماژوره، یه دارم می مینور داره. فکر می‌کنم همینه دیگه، فقط اگه چیز دیگه بود هم لا برش مشخص میشه دیگه. بریم آهنگو بخونیم ببین خدا چی میخواد. دستای منو ول نکن که تعادل ندارم، عد و اطفاری نمونده که برا تو درارم، لذا همه غم و تو برا من دارم، هوا تو الانم به خدا کم بها تو ندادم. مهم نیست حرفای مردم، گذشته ها گذشته، مهم نیست هر کاری که
دوباره تو اتاقم تنها میشینم، دوباره تو تنهایی تو رو میبینم. همه جا پیش منی، همه جا با من حرف میزنی، یه حس مثل بوسیدنی. دوباره رو تن من عطر تنت هست، باز همه وجودم از خندیدنت من. تو وقتی دوری ما با هم رو به نوری. دستای منو ول نکن که تعادل ندارم، ادا اطفاری نمونده که برا تو درارم. بزا همه غماتو برا من دارم، هوا تو الانم به خدا کم بها تو ندادم. خسته نباشید. اینم از تعادل تتلو. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. حتما یادتون نره که منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، کامنت انگلیسی بذارید، خصوصا نظراتتون رو بگید. انتقادی اگر دارید مطرح کنید با من توی کامنت ها. خوشحال میشم بدونم. میبینمتون. فعلا تا بعد.